حل یک معما: آیا حاجی فیروز همان پیروز نهاوندی قاتل عمر بن خطاب است؟ هشدار: هدف از ساخت این ویدیو توهین اهانت به شخص خاصی نیست. همچنین اطلاعات به دست آمده برای ساخت این ویدیو بر اساس روایات موجود در کتاب‌های مختلف تاریخی است. درود. پیروز یا فیروز نهاوندی که با لقب ابولولو هم شناخته میشه، برده ایرانی تبار بود که در آن زمان برخلاف دیگر ایرانیان استثناء اجازه ورود به مدینه رو داشت و گفته میشه یکی از بردگان عمر بوده. عمر ابن خطاب هم فرمانده نظامی صدر اسلام و دومی خلیفه راشدین بوده. عمر اصلا از ایرانی‌ها خوشش نمی اومده، به طوری که گفته میشه بیش از 80% از ظلم و تجاوز و آزار و اذیت اعراب علیه ایرانی‌ها در زمان خلافت اون اتفاق افتاده. ایرانیان در اون زمان بسیار از عمر خشمگین بودند و مدام به فکر انتقام از عمر بودند، تا اینکه روزی عمر با پیروز که گفتیم یکی از بردگانش بوده بحثش میشه و اون رو تهدید به مرگ میکنه. بعد از این اتفاق عمر وارد مسجد النبی میشه و شروع به نماز خوندن میکنه و محافظای عمر هم از پیشش میرن. پیروز هم از این فرصت استفاده میکنه و وارد مسجد میشه و با ضربات متعدد خنجر عمر رو به قتل میرسونه و فرار میکنه. اینکه بعد از این اتفاق چه اتفاقی برای پیروز میفته دقیقا مشخص نیست. عده‌ای میگن که پیروز بعد از چند روز از این اتفاق خودکشی میکنه و عده‌ای هم معتقدند که او توسط سربازان سپاه اعراب کشته میشه و عده‌ای هم میگن که او بعد از فرار به کاشان قم کشته میشه. بعد از این اتفاق جشن و سرور عظیم ایران رو فرا میگیره و مردم در شهرهای مختلف کوچه و بازار میان و جشن و پایکوبی میکنن و آواز میخونن. اما از اون سم اعراب از این اتفاق اصلا خوشحال نبودن و کینه‌ای که از ایرانیان داشتن دوچندان میشه. در این هنگام عبیدالله پسر عمر برای انتقام با خون پدرش به ایران میاد و همسر و دختر و چند نفر از نزدیکان پیروز رو به طرز فجیعی به قتل میرسونه. در مورد دین و مذهب پیروز هم اختلاف نظر وجود داره. عده‌ای اونو زرتشتی، عده‌ای مسلمان و عده‌ای مسیحی میدونن، اما منابع شیعه میگن که پیروز شیعه خالص بوده. اما ارتباط حاجی فیروز با پیروز نهاوندی چیه؟ عده‌ای معتقدن که حاجی فیروز نماد انتقام ایرانیان از اعراب و همان پیروز نهاوندیه و جالبه که ویژگی‌هاشون هم خیلی به هم شباهت داره. بنا به منابع تاریخی پیروز نهاوندی در ساز و آواز شعر مهارت داشته و مثل حاجی فیروز این روزای ما شعر مینوشته و آواز میخونده. همینطور لباس ساده و کم قیمت حاجی فیروز هم نماد فقر و بردگی پیروز نهاوندی دونسته میشه. اما عده دیگه معتقدن که حاجی فیروز نماد سیاوش شاهنامه هستش که بهش تهمت زنا زده شد و مجبور شد مظلومانه ترک وطن کنه. به هر حال هر چه که هست پیروز نماد پیروزی و انتقام ایرانیان بر اعراب هستش که باید همیشه یاد و خاطرش رو زنده نگه داریم. خب خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید و چنل ما رو سابسکرایب کنید.